پیامبر علیه السلام سوال کردن آیا میدونید آدم مفلس کیه؟ آدم ورشکسته. صحابه عرض کردن که آدم بدبخت بیچاره همه چیز از دست داده، نه خونه و نه زندگی و نه مال و نه منال، هیچی. ما هم میگیم فلانی ورشکست شد، مغازه و خونه و ماشین همه از دست داد. پیامبر فرمودن علیه السلام مفلس حقیقی کسی دیگه هست، این دنیاشو از دست داده، دوباره جبران میکند، به دادش میرسن، دوست رفیق به یه نحوی زیر بغلشو میگیرن، حمایت ازش میکنن. اما مفلس حقیقی کسی که در روزی ورشکسته میشود که نه دوست، نه پول، نه پارتی، نه پدر، نه مادر، غمخوارترین فردم نمیتونه ازت حمایت بکند و به دادت برسد. اون روزی است که همه از هم فرار میکنن. ورشکسته حقیقی کسی است که در روز قیامت میاد، نماز، روزه، زکات همه تر پروندش هست، ثواب نماز دارد، ثواب روزه داره، ثواب زکات داره و اعمال دیگر. اما در پیشگاه احکم الحاکمین وقتی می ایستد بدهکار است، بدهکار بندگان خدا. یکی میاد میگه پروردگارا همین بنده ات، من ازش طلب دارم، به من دشنام میداد. یکی میاد میگه به من تهمت زده بود. یکی میاد میگه مالم خورده بود. یکی میاد میگه نمیدونم ریخته بود، زیر گوشم زده بود، بهم کتک زده بود. میان طلبکارا، پروردگار دستور میدهد به مأمورینش و فرشتگان که بگیرید از ثوابهای او، بر میدارن میدن به طلبکارا. فرشتگان اعلان میکنن در حالی که الله جل شأنه خود عالم است، ای پروردگارا ثوابا تموم شد، هنوز صف کشیدن طلبکارا. پروردگار میفرمایند از گناههای طلبکارا بردارید، بر دوش این بدهکار بگذارید و سرازیر جهنمش بکنید. حیف نیست؟ داریم زحمت میکشیم، مواظب زبانمون باشیم، مواظب این دستمون باشیم، این راحت بالا نره. یه چیزی بهمون گفتن بزنیم زیر گوش مردم که زور داریم، کسی نتونه با ما حرف بزنه، اینقدر پرخاشگری. مسلمون کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشن.